کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از محل صدمه مرگاور روز 30 ینور در راه عینی پنجکند که در آن عالم جوان بوستانشناس فرهاد رزاقوف به هلاکت رسید دو عکس را نشر کرده است. بنا به اطلاع این نهاد یک ماشین مرسدس در کیلومتر 78 راه عینی پنجکند به جری 300 متر چپ شده است. در عکس دیده می شود که ماشین به دریای زرافشان افتاده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت هنوز تا آمدن نجات بخشان مردم جسد راننده را از داخل ماشین بیرون کشیدند و سپس با کمک نجات بخشان جسد را از لب دریا به بالا برآوردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز در شرح این حادثه گفت 30 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 14:45 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز رزاقوف فرهاد سال تولدش 1984 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد عینی پنجکند در حدود موضع دشت سیاورده نویه عینی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دریای زرافشان چپ شده است. در نتیجه این حادثه ناخوش راننده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر او نصرالله مهردین سال تولدش 2001 ساکن پنجکند جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. طور قبلا خبر دادیم نامزد علم تاریخ مدیر کافدرای بوستانشناسی دانشگاه اسلاویانی فرهاد رزاقوف روز 30 ینور در یک صدمه نقلیاتی در راه عینی پنجکند به هلاکت رسید. او همگی 37 سال داشت. مراسم دفن عالم جوان روز 31 ینور دایر شد. فرهاد رزاقوف فرزند بوستانشناس شناخته عبدالرؤوف رزاقوف بوده در روسیه و آلمان نیز کار کرده است. او رساله نامزدیش را در شهر سنت پترزبورگ روسیه حمایت کرده بود و مؤلف دهها مقاله و اثرهای علمی و چند کتاب بود. سهم فرهاد رزاقوف در کاوش‌های بوستانشناسی در پایگاه بوستانشناسی سرزم نظر رس است، میگوید تاریخشناس شرف قربانوف. مدیر پایگاه بوستانشناسی سرزم نورنسو خدایارو هلاکت فرهاد رزاقوف را یک تلفات بزرگ در علم بوستانشناسی ارزیابی نمود. از فرهاد رزاقوف دو طفل خردسال یتیم ماندند. مرحوم داماد برادر آوازخوان شناخته تاجیک افضل شاه شادی بود.